هم رابطه خوب با خدا داشته باش، هم رابطه خوب با خلق خدا داشته باش. کسی که رابطه خوب با خدا داره، حلال و حرام خدا، یجوز و لا یجوز خدا، نوافل و تسبیحات با خدا، اینا رو خوب بلده، اما اخلاق بلد نیست، حسن معاشره بلد نیست، ادای حقوق اطرافیان خودش رو بلد نیست، دینداریش ناقصه. ولو اینکه این انسان تمام نوافل طول روز رو هم بخونه، چاشت هم میخونه، اوابین هم میخونه، اشراق هم میخونه، تسبیحات هم زیاد میگه، اما اخلاق نداره، این انسان دینداریش ناقصه. این انسان تعامل با خدا رو بلده، اما تعامل با خلق خدا رو بلد نیست. نمیفهمه با بندگان خدا چطور تعامل داشته باشه، چطور برخورد داشته باشه. لذا این انسان پیش خدا درجه ای نداره.